اما مثل شیطان نگاه نکنید. بعد تو یک زنم میگویم او نه این کارو من همین خیلی نمیمانم نیلگون، ولی نمیدانم که به کجا رویم. جای رفتن هم نداریم. اگر احوال بدتر شود قادر را آرام کردن نمیتوانیم. من از زمین میترسم، میفهمی؟ این دفعه نیق می شود. لبای دوستم گپ زن. چی؟ به شرف ها. فهمو. خوب دوستم. مایلش خودم حل میکنم. تو خواطر نشو. مایلش حسرت رو تنها نمیگذارم. خیر سلامت باش. نیلگون گپ زن آخر، چرا خاموشی؟ چیکار میکنیم؟ تا امروز بچه هایت را در این جهنم به زور به وای رساندی، ولی اکنون وضعیت تماما دیگرگون است. چیکار کردنی؟ کاش که با خاموشی حل میشد. کی این کار رو کرد؟ وقتی سحر اومدیم اینجا همین خیال بود اپا. آخر کی این کار رو کرد؟ خدایا این کاری کیست؟ خدایا این کاری کیست؟ آخر این کارگاه هم تمام هستی من بود، حیاتم بود. کدام لعنتی این کار رو کرد؟ کی این کار رو کرد؟ خدا جان، دیوانه میشم. اکنون من چی کار میکنم؟ خدا جان، تمامی عمر من از اینجا رزقم رو میافتم. من چی کار کنم؟ صبح بخیر جناب. صبح بخیر. سلام جناب کمال، خوش آمدید. تشکر. خوش آمدید جناب کمال. صبح بخیر. صبح بخیر خانم سوزان. تمامی وجودش می سوزد. بله. اینقدر سال باز از اینجا رزقم رو میافتم. خدایا کسی این کار را کرده باشد خانه‌اش سوزد. لعنتی ها، مگر انسان به چنین کار دست میزند؟ او کرده است. انیق این کاری مجیده است. او باز میخواهد که مرا آگاه کند، مرا ترساند. باز گفتی؟ پیش از این چیکار کرده بود؟ نیلگون، از من چیزی رو پنهان میکنی؟
بعد این کارها چی اهمیت دارد؟ من به کمال زنگ میزنم اهل اویلاش رو نظارت کند. او جزای اون کمپی رو میدهد که چرا ریسک اینقدر زنها رو برباد میدهد. تلفنتون رو خاموش کنید که به یگون کس زنگ نزنید. آخر به این احوال نگاه کن خواهرم، چشمانت رو کلانتر کشا. میوبم، یگون روحش رو میوبم. من برای تو رفتم ماشینم رو میارم. نیلش تو بسیار عصبی نشو. خیر به تو برای کار. در اینجا دیگر کار و برار نیست. جناب، یک چند حجت‌هایی هستند که باید امضا گذارید. مایلش اینجا با مدیر شعبه کادرها بگو بعد 1 ساعت همه در مجلسگاه جمع شوند. خوب جناب، اگر یگان فرمایش دیگر نه ولی بگو همه جمع شوند. معذرت پیشنهاد. خوب شده است. در کجای مرد؟ در کجای پسرم؟ اپای نیلگون جزدانتون رو آوردم. خوب تشکر. در همین جمون. اپا اینجا رو به ترتیب دراریم. لازم نیست. آخر خودتون من خودم به ترتیب میدارم. خواطر نشوید. اینجا رو باز عبود میکنیم. خوب اپا. شما به خانه هایتون روید.